خلیفه یکون تاقان لا لا لای لا لای لای خلیفه یکون تاقان. بچه ها ساکت بشینین، آقا اومد. سلام بچه، امیدوارم تعطیلات تابستونه زهرمارتون سوده باشه. اگرم نشده خودم مدرسه رو زهرمارتون میچونم. باز این زنش دیشب بهش کیک و کلوچه نداده اومده سر ما خالی کنه. آقا اجازه؟ چیه محمود؟ آقا ببخشید روم به دیوار این زیپ شلوارتون بازه. چی فاسط بیشور؟ نگو زیپ شلوار بازه آبروی ما رو ببری. چی؟ بگو در دفتر بازه از این ببر. تا کلاس شروع نشده از همین الان بگم بخواین تو کلاس خوراکی بخورین یه جا میره تو یه جاتون ها. منظورم کلاهامونه که میره تو هم. نه آقا بفرمایید دنبالان خوشگوش. رایدر یه سیخ ببر برای آقای غلامی بو افتاده. خیلی خوب شوچوفای جان داده ی علم و دانش، این زنگ دینه دارم. آهای تو رایدر بگو ببینم عوامل انحراف انسان در دنیا چی هستش؟ آقا اولیش که شیطان رجیم، احسن بدسزا، بعدش ران زخیم، بعدش هم پستان حجیم و آخرش هم باسن عظیم از عوامل انحرافات دنیوی هستن. بله. ای چه پروخلو ولی برام نگفتی همسن. خب اسموچ میتونه بگه چی به همه محرم هستش؟ نه آقا اجازه، به نظرم سوپری محل. سوپری محل چه ربطی داره به محرم بودن؟ خب آقا سوپری محل به همه شیر میده دیگه، پس با همه محرمه. سی جی بگو ببینم واسه این چی با دوست دخترت بخوای اشتول بازی بچونه باید چی بگید بین هم که از دام شیطان جرز کنه؟ آقا اجازه باید بسم الله بگیم. مگه سر سفره است که بخوای جزا چفت کنه میخوای بسم الله بگی؟ بله دیگه بسم الله میگیریم تا شیطان تو خوردن شریک نشه با همون. اوی رایدر پپا جلابه جانم آقای غلامی. یه منفی بد میدم که کمتر واسم بماله. بگو ببینم کی قیامت برپا میشی؟ وقتی دوست دخترت وسط روز میگه شب بخیر اونم بدون ایموجی قطعا قیامت قراره به پا بشه. خب آقا اصلا یه چی پاشه یه خاطره از سفر به مکان زیارت تعریف شونه. آقا اجازه ما بگیم؟ ای محمود گل پسر همه خفه میخواد دوستتون خاطره تعریف بتونه. آقا جات خالی، پارسال رفتیم مشهد. به به. آقا رفتیم ترقبه قلیون کشیدیم، هتل 5 ستاره تمیز، شهر خوشگل و مرتب، پارک ملت، کوهسنگی، اصلا خیلی خوش گذشت آقا جات خالی. پس زیارتش چی شد؟ والا حرم دیگه شلوغ بود اونجا نرفتیم. رایدر تو اومدی دستشویی چی کار؟ اومدم دستشویی دیگه دست پلو هم بزنم. خب مشتی همه میان دستشویی واسه چی؟ خیلی خوب فکر کردم واسه چیز. حل داداش چابک و سبک بشی. سیگار خوبه ولی اندازه داره. به چه نسخی بودی. وینستون هم دیگه به درد نمیخوره. باز مگنا بگیرم از این ببن. به عجب چیپسیه. از دست این لاشخورا باید بیام تو توالت خوراکی بخورم. آقا بعد مدرسه بریم گیم نت تو فیفا یه سوراخ بغل سوراختون وا کنم. داشت تو هم از وقتی فهمیدی میشه تیم زن انتخاب کرد تو فیفا همینطوری سوراخ وا کردی لامو. چیه داداش بد نگاه میکنی؟ این قسمت حیات مدرسه واسماست. تو چی میگی با اون روسری رو سرت؟ داشت نظر با کیپم تک تک سوراخاتونو کیپ کنم. بیا ببینم چی میخوای کنی مثلا. بچه ها همامو داشته باشین تو رو خدا. من فکر کردم مدرسه هم مثل رپ فارسی گندگوزی کردم فقط نمیدونستم جدی میشه.
داش خیال تخت، برو جلو نترس. ما که نمیتونیم وایسیم ببینیم رفیقمون داره کتک میخوره. قصه نخور عبدالله، ما پشتته. خیلی خوب، ما بریم به این جوجلاتا نشون بدیم سرورسون چیه. بیار اینجا ببینه. نه گفتم که نمیتونیم وایسیم رفیقمون کتک بخوره. آره نشسته رو بهش گل ندادیم. خوب بچه ها، امیدوارم زنی تفریح چاره نکرده باشید چی 9 بار بعد اندازه نصف جمعیت چونونه به کلاس اضافه شی. ببینم عبدالله چرا سر چونت یکی شده پسر؟ آقا من مامانم میخوام نمکنم اون شدم. منم مامان تو میخوام پسر، ولی بیشین سر جات، درس مهمه جوش بده. آقا اجازه؟ باز چیه محمود؟ آقا زنگ قبل یادتونه در دفتر باز بود؟ ای خفه بمیری محمود، قرار نیست آخر سال تحصیل تعریف چونه. نه آقا، خواستم بهتون بگم الانم در دفتر بازه و جدا از اون مدیر رو هم داریم میبینیم. ساکت! خوب رایدر، ما 4 تا مزه اصلی داریم. خب نام ببر یکیشون. آقا آبالبالو، چیپس و ماست، زیتون پرورده و بال کبابی. ای دلغک جوستاخ، سیده تو مثل آدم جواب بدی. آقا رو جفت تخما. یه جاز سامی نام ببر که به دماغ هر چی بخوره تا عمق ریهاش بسوزه. آقا اجازه گوز اسموک. مسخره شو در آوردن دیگه، اصلا کتابای علومتون رو جمع کنین، کتابای فارسی باز کنین. آقا ما اصلا کلا کتاب نیاوردیم که بخوایم جمع کنیم یا بذاریم رو میز. پا اون چیه رو میز داره یه ساعت مینویس روش؟ آقا اثر هنری خلق میکردیم، بیاین ببینید خودتون. خب ببینم. دلغک مدزانه، گم سبارا بیرون کلاس. آقا به جون مامان عبدالله دیگه تکرار نمیشه، من گوشم به شماست. ای غلامی یه لحظه تشریف بیارید دفتر. آی بچه ها، من 2 دقیقه میرم دفتر. وای به حالتون اگه کسی از زاشتون بخوره. ساکت میشینین تا من بیام. خب بچه ها، این شعر جزیده ای از غزل حافظی که میگه می 2 ساله و محبوب 14 ساله، همین مرا بس صحبت صغیر و طبیع. خب محمود پسر جلم، بگو ببینم چه برداشته از این بیت داره. آقا هر جور بخوام ربطش بدم به خدا و عرفانیت نمیشه. به خدا نشون هر کی بدی میگه شاعر مشروب میزده و بچه بازی میکرده. صدر رحمت به هیپاپولوژیست میگفت دافم 17، این که 14 سالش بوده داف حافظ. اصلا این سی رو بخیال. آی سجه آقای غلامی سرشو واسط میمالیم. بله مفهوم این بیت زیبا که میگی تیران مرغ دیدی تو ز پای بند صحبت، به درای تا بری تیران آدمیت. اینو قشنگ کامل واسه دوستات توضیح بده. خب این داره میگه ته رون مرغ رو دیدی و پایبند شهوت شدی دیگه، از در بیای تو و ته رون آدمو ببینی دیگه چه میکنی؟ یعنی رون مرغ دهنت با این تفسیرت. آقا رون آدم نداریم ما هم بکنیم دهنمون. پشماشو نزدم، با پشم دوست داره. آقا اصلا کلن سه رو بخیال میشیم، چون تایست شما به ما توسچر تحویل میده. خب همونطور که میدونین زبان فارسی زبان مادری ماست و نباید بذاریم زبان بیجانه بر زبان فارسی تسلط پیدا کنه. احسنتم ناموسن. خب همونطور که میدونین یک سری لغات جایگزین لغات خارجی شده که بهتر ما هم یادشون بگیریم. مثلا پیتزا که فارسی شدهش میشه کش لقمه. آقا اینطور باشه پس جعب پیتزا هم میشه جاکش لقمه. فوش نی انگاری؟ خفه؟
آقا اجازه؟ به نفت سوال درست در ما بپرسی وگرنه تک تک جسای پای تخته رو سیاف میکنم توت. نه آقا، ما یه ایده بیزنسی واسه آینده داشتیم، خواستیم نظر شما رو هم بدونیم. آفرین جل پسر، ایدت چیه؟ آقا در آینده میخوایم بزنیم تو کار جاکشی. کفاست بی شخصیت جستاخ، گمسا برا بیرون. آقا مگه جعبه پیتزا نمیشد جاکش لقمه؟ خب ما میخوایم بزنیم تو کار تولید جعبه پیتزا دیگه، میشه بیزنس جاکشی. آقا بریم گیم نت که میخوام بدرمتون. محمود تو هنوز فرق دسته بازی و دسته جارو نمیفهمی. بیا بریم کلوب پشت کامپیوتر کانتر بزنیم. رفتی باز دوستات آوردی نفله؟ عبدالله جواب این توتی های خوشگله بده که قراره بکنیمشون تو قوطی ها. رایدر داداش بنازم هوامو داری، برم جلو مراقبم این دیگه. برو جلو، ما که نمیتونیم ببینیم رفیقمون داره کتک میخوره. صفای وجودت داداش، مثل این که یه بار دیگه باز ادب سین. بیا این جلو ببینم. چی؟ نه جلو. رایدر گفتم که نمیتونیم ببینیم رفیقمون کتک بخوره. آره به خدا دل دیدن شما ندارم. خب رفقا، سال تحصیلی جدید رو به همتون تسلیت میگم. اگه با این ویدیو حال کردید لایک رو بتپانید و